سلام بینندگان عزیز. آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از برنامه اخباری آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 11 اوگوست من زرانگیزی نوروزشاه هستم با جمع همکاران در خدمت شما. در برنامه امروز این گزارش ها را داریم. واردات سوزشواری بدون محدودیت از ایران و ترکمنستان. منصبداران تاجیک باور دارند این نرخ بنزین را پایان میبرد. این ترکمنستان برای ما همه گونه محدودیت‌ها را برداشت و وارد کنندگان ما در هر حجم می‌خواهند نفت این کشور را وارد کنند. بوریوی به جای اوراگان، نظامیان اوکراینی میگویند استفاده سلاح معاصر وطنی حال تجاوزگران روس را ناگوار کرده است. این از اوراگان دیده بهتر است. راندن آن آسان‌تر است. سرعت عوض‌کنی آن اتوماتیک است. و نقاش تاجیک تلاش دارد مکتب کمال‌الدین بهزاد یا صنعت مینیاتور را دوباره زنده کند. بالاروی پیوسته نرخ مواد سوخت در تاجیکستان یکی از مشکلات است که هر سری چند در سرخط خبرها قرار میگیرد و ساکنان را نگران میکند. اخیراً مقامات تاجیک اعلام کردند که واردات سوزشواری را از ایران و ترکمنستان به محدودیت به راه میمانند. یک هدف زیاد کردن منبع دریافت سوزشواری پیشگیری از بالاروی ارزش آن در بازار بوده است. اما آیا تا کجا این اقدام میتواند عملاً به نرخ‌ها تاثیر گذارد؟ علیشیر ظریفی و برات یوسفی گزارش میدهند. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است نفت خام و محصولات نفتی را از ایران و ترکمنستان وارد کند. مقامات وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب خبر دادند که با جانب ایران و ترکمنستان سندهای ضروری تهیه شده است که بر اساس آن تاجیکستان میتواند به محدودیت از ذخیره‌های نفت این کشورها خریداری کند. در این مسئله تنها جزئیات خرد اوید به حمل و نقل باقی مانده است. این مسئله را وزارت نقلیات با وزارت نقلیات ایران هماهنگی دارند، یعنی در این مورد یگان مشکلات وجود ندارد. در مورد روسیه و قزاقستان باشد به گونه ایران و ترکمنستان الटरनेटिव یا انتخاب دیگر می شوند. همچنین ترکمنستان برای ما همه گونه محدودیت ها را برداشت و وارد کنندگان ما در هر حجم می خواهند نفت این کشور را وارد کنند. معاون وزیر انرژتیک در مورد نرخ نفت خام و محصولات نفتی ایران و ترکمنستان رقم دقیقی نگفت، اما افزود با جانب ایران با قیمت‌های خیلی ارزان موافقه شده است. با قول معاون وزیر انرژتیک حجم واردات نفت و محصولات نفت از این کشورها بستگی به تاجران دارد. تحلیلگران دریافت منبع‌های نو و الटरनेटिव واردات نفت و محصولات نفتی را احتمال پایین شدن قیمت مواد سوخت در تاجیکستان می‌دانند. اما میگویند در این مورد چند مشکلات وجود دارد. تا با دیگر تاجران و صاحبکاران امکانیت داده نشود که مواد سوخت را به تاجیکستان آزادانه وارد کنند، خرید و فروش کنند، من فکر میکنم که اگر یک نفر یا دو تاجری که بازار مونوپول میکند مواد سوخت را میفروشد در تاجیکستان، این مسئله حل خود را نمییابد. پرابلم دیگر این است که باید تاجیکستان کوشش کند که استحصال و کارکرد و پالایش خود محصولات نفتی رو مخصوصا بنزین و گاز رو داخل تاجیکستان براه ماند. در تاجیکستان بغیر از پالایشگاه بنیادشونده در ناحیه دنغره 12 کارخانه خردی کارکرد نفت وجود دارد که فعلا فعال نیستند و تاجیکستان اساساً از روسیه و قزاقستان وارد می شود. در 6 ماه سال جاری به تاجیکستان بیشتر از 350,000 تن محصولات نفتی و بیشتر از 180,000 تن گاز مایع وارد شده است. گزارش نوبتی هم به ایران ربط دارد. وزارت عدلیه ایالات متحده یک عضو سلاح پاسداران انقلاب اسلامی ایران را با کوشش تشکیل کشتار سابق مقامدار بلندپایه امریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ متهم می‌کند. در این باره همکارمان میرزا نبی خالقزاد تفصیلاتی بیشتر دارد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به تفتیه برای قتل سابق مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون متهم کرده است. در اظهارات 10 اوگوست نشر نمودش، وزارت شهرام پرصفی 45 ساله را که با نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود طرح ریز این تفتیه نامیده است. ایران این ابنامه را بی اساس و خنده آور عنوان داد.
سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران ناصر قنعانی گفت جمهوری اسلامی حق دفاع از حقوق دولت و شهروندان ایران نسبت به هر گونه اقدامها را در چارچوب قانونهای بین المللی محفوظ می‌داند. به قبل وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا پرسفی کوشش کرده است با وعده $300,000 چند فرد را در آمریکا برای کشتار جان بالتون تشویق نماید. دادستانی ها میگویند ظاهرا هدف از این کشتار انتقام قتل رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی بوده است که ماه ژانویه سال 2020 در بغداد با هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به هلاکت رسیده بود. جان بالتون که در مأموریت پرزیدنت ترامپ مشاور امنیت ملی در قصر سفید بوده است در اظهارات نوشته است که در این باره حرف زیاد نمی شود گفت، ولی بدون بحث رهبران ایران دروغگوی، تروریست و دشمن ایالات متحده آمریکا می باشند. سربازان اوکراینی میگویند کاربرد سیستم موشکی اتوماتی بوریوی یا بورانی که نمود نوشده سلاح اورگان زمانی شوروی است نتیجه کلان میدهد. این شبکه موشکی اکنون در ماشین بارکش تمغه تاتر ساخت چخیا نصب می شود. تاتر به گفته سربازان اوکراینی برای حرکت تیز و استفاده در بیراهه‌ها امکانیت زیاد میدهد. تفصیلات در گزارش مومین احمدی. اوکراین با استفاده اورگان نوشده ضد نیروهای روسیه سر کرد. این سیستم‌های موشکی اخیراً بر پایه نوعی همسان سیستم‌های ساخت شوروی آماده گشته است. بوریوی در زبان اوکراینی بورانی یا همان طوفان است. این یک سیستم راکتی بسیار کارتی بوریوی می باشد. راکت یا موشک‌های آن شبیه موشک‌های دورزن نظامی بسیار ضربه شوروی اورگان است، اما ماشین آن نو است. این از اورگان دیده بهتر است. راندن آن آسان‌تر است. سرعت عوض کنی آن اتوماتیک است. فرقی کلان دارد. سربازان اوکراینی میگویند نوسازی با آنها در میدان جنگ کمک میکند. آن در بیراه‌ها خوب است. کابینش زیر پوش بوده ما را حفظ میکند. وظیفه ما نیست کردن سربازان دشمن هدف‌های پرحرکت از قبیل توپخانه، نیروهای پیاده نظام و تانک‌هاست. ما همیشه از جایهای گوناگون آتش میکشیم. ما دائم چشم بر دشمن داریم. آن هم ما را میپاید. ما از هدف‌های اساسی و مهمی آنهاییم. بنابراین باید زود عمل و ضربه‌زن باشیم. بوریوی 16 میل دارد و عین راکت‌ها را استفاده می‌کند که اورگان دارد. موشک‌های معیاری اورگان تا 35 کیلومتر ضربه می‌زنند. اما آن همچنین می‌تواند موشک‌های نوی اوکراینی را تا به 65 کیلومتر رساند. تسلیحات دورزن مثل بوریوی به اوکراین کمک کرده است که نیروهای روسیه را به عقب نشینی مجبور نماید. و حالا سر میزنیم به یک دهه در ناحیه خوالین که از دو قسمت عبارت است. یک قسمت نسبتاً آباد و موافق برای زندگی ساکنان، اما در قسمت دیگری ده شرایط سخت فرق میکند. مردم آب و راه ندارند و سیمچوب ها را خودشان ساختند. در صحبت و حسابات های مقامات ناحیه قسمت ناآباد این شهرک وجود ندارد. محمود جان رحمتزاده به این دهه رفت و گزارشی او را همراه میبینیم. از بنیاد دهه توتک در خوالین حدود 10 سال سپری می شود. یک قسمی باشندگانش بدون راه و آب زندگی می کنند. برای برق خودشان سیمچوب ها ساخته اند. حالا این شهرک از دو قسمت عبارت است. نیمه آن با کمک صاحبکاران بازسازی شده است. نیمه دیگر را می بایست حکومت محلی می ساخت. در گزارش های رسمی حکومت کار خود را خوب ارزیابی می کند. این را رئیس ناحیه می گوید. دهه خوب تا امروز خیلی کارو آسمانش شده است. از آن جمله 70 عدد سیمچوب آهنی و بتونی، 3 عدد ترانسفورماتور و دهه توتک از بینای حکومت محلی همگی 2 کیلومتر دور است. منظره های آن خلاف حسابات رئیس ناحیه اند.
وقتی در نشست خبری 2 هفته پیش بحث این دیه سر زد، رئیس از پاسخ دادن فرار کرد. تعمیم کرده شده است. این بود در آینده در نقشه گرفتگی باقی مانده کمبودی را برطرف می‌کنیم. باشندگان دهه توتک بدون صحبت ویدیویی گفتند آنها بیشتر از خط برق هراس دارند. سیم‌های پست را در هر کوچه آنها دیدن ممکن است. این کودکان هم در تگ این سیم‌ها بازی می‌کنند. هراسی ساکنان هم در آن است که در صورت شکستن سیمچوب یا کنده شدنش سیم به بالای فرزندانشان می‌افتد. محله توتک ناحیه خوالینگ به 2 قسمت جدا می‌شود. در یک قسمت آن صاحبکاران علاقه سیمچوب‌های زمانوی آورده نصب کردند. در یک قسمت آن ساکنان از درختان استفاده برده به خانه‌های خود برق آورده اند. در مقامات ناحیه خوالینگ گفتند که آنها تلاش دارند اینفراساختار این محله ها را هرچی زودتر بنیاد کنند. این راه منفرش هم با سیمچوب‌های بتونی با کمک صاحبکاران بنیاد شده اند. قسمت دیگری دهه از چنین شرایط محروم است. مقامات هر سال در نشست‌های خبری وعده بازسازی انشاءات این دهه را می‌دهند. ساکنان دهه میگویند که تاکنون مقامات محل به وعدهشان وفا نکرده اند. به گفته آنها سال از سال در دهه توتک خانه‌ها زیاد می‌شوند. حالا در آن تقریباً 500 خانه نو بنیاد شده است. تصویر زندگی ده، منظره از مراسم‌های ملی و چهره‌های پیر و جوان در نمایشگاه در دوشنبه پیشنهاد دوستداران نقاشی گردید. این تصویرها محصول دست یک نقاش تاجیک است که می‌خواهد صنعت مینیاتور را میان نسل جوان در تاجیکستان و خارج از آن تشویق کند. این نمایشگاه 2 هفته ادامه می‌کرده است و حالا همراه با سرویناز روح الله و نگاره فضل‌الدین می‌رویم به تماشای تصویرهای نقاش تاجیک. در آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش مصوره و مینیاتورهای نقاش عالم کمالزاده افتتاح یافت. این نمایشگاه پر از مصوره و مینیاتورهای دیدنی را ده‌ها نفر سواداران این هنر تماشا کردند. این نقاش تاجیک می‌خواهد از طریق نمایش مینیاتورهای آفریده‌اش هنر نقاشی و مینیاتوری را در تاجیکستان و خارج از آن تبلیغ و تشویق کند. در اینجا ما مینیاتوری که احیا شد در تاجیکستان می‌خواهیم تماشابینان بینند، هدف کنند و فهمند که این چی است مینیاتور. چرا که مینیاتور در تاجیکستان خیلی وقت نبود. حاضر ما حرکت میکنیم که همین رویه مینیاتور در اینجا پیشروی شود و ما با نظر به دیگر مملکت هایم کمی باشدم که صنعت خودمون رو نشون دهیم. عالم کمالزاده مینیاتورنگاری تاجیکی حالا در میان دوستداران این هنر نقاشی در تاجیکستان معروف است. میگوید در این نمایشگاه مصوره و مینیاتورهای خود و شاگردانش را پیشکش تماشابینان کرده است. سندشناسان میگویند این نقاشی تاجیک توانسته است مکتب کمال‌الدین بهزاد را دوباره زنده کند. بسیار هنری دشوار است. بسیار هنری که در شکل کوچک آفریدن یک عالم وسیع این هم هنر رو طلب میکند، هم تخیلات بزرگ رو و هم تکنیک رو، چون که وای هر یک میلیمتری همین مینیاتور جای خود رو دارد. انامین پیروی رو چی عالم جان کمالزاده توانست اجرا کند. مینیاتورهای عالم کمالزاده بیشتر از آثار کلاسیکان از جمله نظامی و فردوسی و رودکی و عمر خیام استفاده شدند. همچنین برگزاری عید و مراسم‌های ملی به کار او کمک می‌کنند. این نقاش و مینیاتورنگار تاجیکی مصوره‌های او را در هر نمایشگاه داخل و خارج از کشور دیدن ممکن است. می‌خواهد از طریق این نمایشگاه این نوع صنعت را بیشتر معرفی کند. نورعلی امامعلی ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودو میان جوانان که در شهر گوایاکیل اکوادور جریان دارد مقام اول را کسب کرد و صاحب مدال طلا شد. پهلوان جوان تاجیک در روز اول قهرمانی جهان 10 آگوست در دور مقدماتی ورزشکار ایتالیا والریو اکولی را مغلوب کرد. نخستین مدال طلا را سامان محمدبکوف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جهان در مراکش به دست آورده بود. با این مطلب به پایان برنامه می رسیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی، شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه های رادیوی آزادی، فیسبوک، اینستاگرام و توییتر پیدا کنید.